أيها المسلم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوی. یه 17-18 شب مسائل خانواده گفته شد و یه سری مسائل امشب میخوام سوالایی که بچه ها از باباشون و مادرشون میکنن و بابا و مادر نمیدونه چجور جواب بده بگم، چون همه ما تقریبا بچه داریم و بچه های سوالایی میکنن، پدر و مادرها گیر میکنن، نمیدونن چجور جواب بدن. چند تا از این سوالایی که تو بورسه من بگم. گاهی بچه ها از باباشون میپرسن که خدا کجاست؟ خدا رو که ما نمیبینیم. این بابا اوننه نمیدونه چه کنه. بهش میگیم جاذبه زمین رو قبول داری؟ میگه بله. میگم نشون اومده، یالا اینه. چیزی رو زمین ریخته مثل سریش، مثل گردگچ، مثل گرد زغال، مثل آرد نخوچی. چیزی رو زمین شما میبینی که ها او این جاذبه، این جاذبه. شما با هر عینک و دوربینی به زمین نگاه کنه چیزی به نام جاذبه پیدا نی. اما وقتی سیب از درخت میفته پایین میگی زمین جاذبه داره. یعنی از افتادن سیب پی میبریم که زمین جاذبه داره، یعنی از اثر پی به مؤثر میبریم. بهش میگیم آقا کتاب قبول داری؟ میگه خب بله اینو قبول دارم چون میبینم. میگم چی چیزشون میبینی؟ میگه خب وزن داره. میگم وزن از آثار این کتابه. رنگ داره، رنگ از آثارشه. حجم داره، حجم از آثارشه. یعنی اون چیزایی که ما فکر میکنیم میبینیم در واقع از اثر پی به مؤثر بریم. یعنی از حجمش، رنگش، شکلش، خاصیتش میگیم این چیه. یه چیزی رو میچشیم نمیدونیم چیه، از مزش یا با آزمایشگاه، از به هر حال ما در دیدنی ها هم از اثر پی به مؤثر بریم. خب یه سوال دیگه گاهی میپرسن، میگه ما عقل نداریم. میگیم چرا؟ میگه آدمی که عقل داره باید به عقل خودش عمل کنه. نیاز به دستور دین چی؟ چه نیازی به انبیا داریم؟ به وحی داریم؟ خودمون عقل داریم، هر جور عقلمون نمیشه انجام میدیم. من خودم تشخیص میدم. جوابشو بارها گفتم. عقل ما مثل ترازوی زرگریه. ترازوی زرگری ترازو هست اما همه چیز نمیشه باش کشید. عقل ما محدوده. دلیل این که عقل ما کمه و ناقصه اینه که پشیمون میشیم. میلیاردها آدم رو کره زمینه، هر کدومی صدها بار پشیمون میشه. یعنی صدها میلیارد پشیمونی رو کره زمینه. پشیمونی یعنی چه؟ یعنی عقلم نرسید. پشیمونی یعنی چه؟ یعنی تشخیصم درست نبود. میلیون ها طلاقه. طلاق یعنی چه؟ یعنی عقلم نرسید. فکر کردم این همسر خوبیه، حالا فهمیدم که بده، به درد من نمیخوره. حالا چه شوهر بعد چه زن بعد فرق نمیکنه. اگر عقل انسان کامل بود هیچ انسانی پشیمون نمیشد و هیچ طلاقی صورت نمیگرفت. آمار پشیمونی ها و طلاق ها نشون دهنده که عقل ما کافی نیست. سوال سوم، میگن چرا خدا نقدی معامله نمیکنه؟ خوبا رو همین دنیا جزا بده، بدرم همین دنیا کلکو بکنه. آخه معامله نسبیه مال کسی که پول نقد نداره. خدا که میتونه جواب خوبا رو همین دنیا بده، جواب بدرم همین دنیا بده. چرا میگه قیامت؟ اینم یه سوال گاهی میپرسن. جوابش اینه که 8 تا جواب داره. یعنی 8 تا جوابشو من بلدم. یکی دو تا برای شما بگم. اگر در دنیا جزا بود ظلم بود. چطور؟ من میذارم تو گوش یک مظلوم. خیلی خوب. خدا تو دنیا جزام بده، دستم فلج شه. با دست فلج میرم خونه، همه بستگانم قصه میخورن. در صورتی که بستگان من گناهی بگید نکردم. اگر خدا در دنیا جزا بده
چون دنیا داره سرایته، تلخی زندگی من به دیگران هم سرایت میکنه. اونا چه گناهی کردن که باید پاسخ شن؟ یک. دوم، دنیا ظرفیت جزا نی. مثلا شما تو دنیا جزای صدام رو بدونم چی میدی؟ فوقش یه گلوله میزنی تو کلش. جزای صدام یه گلوله، این همه جوانامونو پرپر کرد. خب این مال بدش. جزای خوب بده. پیغمبر جزا شدن چی میگی؟ پیغمبر اسلام تو دنیا صبحانه عسل. خب دیگه قالی ابریشمینه، دیگه هواپیما شخصی. خب اینا گیری قمارباز هم میاد. دنیا نه برای صدام چیزی داره نه برای پیغمبر. دنیا تنگه، دنیا چیزی نیست. از همه گذشته یه کاری که کردیم باید ببینیم این کار بیخش کجاست. یه کسی که هروئین ساخت باید صبر کنیم تا آخر عمر دنیا ببینیم چند تا جوون نابود کرد. یه کسی که لامپو خاموش کرد و فرار کرد نمیتونه بگی آقا بیا ببینم تو دنیا جزا دادن بدیم تو گوشش. لامپو خاموش کردی یه سیلی حقش نگرش داد. صبر کنیم تا لامپ روشن شه ببینیم توی تاریکی چه حادثه‌ای رخ داد. چند نفر از پله افتادن، چند تا کفش گم شد، چند تا جیب زدن، چند تا بشقاب شکست، آتش قلیون قالی رو سوزون، چقدر صاحب خونه تو مهمونی خجالت کشید، وقت مردم تلف شد. همه اینا رو باید حساب کرد. بعد بگی خب بیا تو 1 دقیقه کار کردی ولی آثار این 1 دقیقه میدونی چی شد؟ آثارش چی؟ باید تا آخر عمر دنیا صبر کنیم ببینیم این کار خیر چقدر برکات داشت، این کار شر چقدر آثار داشت. تو دنیا نباید جزا بدیم، باید صبر کنیم تا آخر عمر دنیا ببینیم. القدیر رو به علامه امینی نمیشه جزا داد. ممکنه القدیر 100 سال دیگه میلیون ها اهل تسنن القدیر رو بخونن راهشون عوض کنن. باید تا آخر عمر دنیا صبر کنیم. تو دنیا نباید جزا بشه. تازه اگه تو دنیا جزا باشه همه از ترس خوب میشن. بگیم آقایون هر کس امشب نماز شب بخونه فردا صبح 5 تا سکه. همه مردم کره زمین امشب نماز شب میخونن. یا بگم اگه دروغ بگی لال میشی. خب همه ساکت میترسه. تو دنیا اگر نقدی باشه مردم از ترس آدم خوب میشن، یا از طمع 5 تا سکه، یا از ترس لال شدن. خوب شدن از ترس و طمع ارزش نداره. باید بگیم حالا تو بعد که این گیج نشه، هول نشه. البته گاهی نمونه های کیفر تو دنیا خدا میده. اخذناهم بذنوبهم فاهلكوا بالطاغیه، هلاک شدن. اهلکو نمیدونم به طاغیه، به خاطر طغیان. گاهی خدا یه نمونه های نشون میده که طرف مستم نشه. ما اصابکم من مصیبت من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یه مصیبت به خاطر که خلاف کردی حالا دیگه گرفتم. اینم یه سوال دیگه میپرسن چرا ما باید تقلید کنیم؟ کجای کره زمین تقلید نمیکنن؟ تقلید یعنی رجوع به کارشناس. یه جا روی کره زمین یه آدم نشون ما بده بگو این آدم به کارشناس رجوع نمیکنه. تمام پروفسورهای درجه 1 در ساختمون به مهندس رجوع میکنن، در لباس به خیاط رجوع میکنن. اصلا یک نفر رو کره زمین نیست که به کارشناس رجوع کنه. منتها زنده باد شیعه میگه که دین تو کسی بگه که کارشناس اعلم باشد، با سوادترین، با تقواترین، بصیرترین. بنابراین تقلید یعنی رجوع به کارشناس. رجوع به کارشناس هم یه اصلی است که تمام مردم کره زمین به کارشناس رجوع کنن. شیعه میگه کارشناسش باید خیلی دقیق باشه، اگر هوس داشته باشه به درد نمیخوره، اعلم نباشه گیر داره. تقلید همه جای دنیا هست. اینم یه سوال دیگه.
میگن ما که جمهوری اسلامیه به دولت هم مالیات میدیم، دیگه چرا خمس بدیم؟ چند تا پول شما آخونده از ما میخواید؟ این هم جوابش اینه که کدش فرق میکنه. یک کسی گوشش درد میگه گفت برو بکش، گفت چرا؟ گفت من دندون درد میگه کشیدم. گفت بابا آخه دندون با گوش فرق میکنه. شما دست راست بشوری، دست چپ کثیفه. خمس و مالیات خیلی فرق داره. مالیات میدم برای که زندگی من تأمین بشه. تو کوچه میخوام اسفالت بشه، میخوام بیرون پارک بشه، میخوام بیرون آتش نشانی بشه، میخوام بیرون درمانگاه باشه، میخوام بیرون پلیس باشه. میگم دولتی پولو بگیر، نیازهای بیرون کوچه رو تأمین کن. تو خونه مال خودم، تو خونه خودم باغچه دارم یا گلدون، این پولو بگیر بیرون پارک درست کن. تو خونه خودم سعی میکنم یا موزاییک، این پولا رو بگیر بیرون خونه اسفالت کن. تو خونه یک کمک‌های اولیه قرص آمپول دارم، این پولو بگیر بیرون خونه درمانگاه. تو خونه کپسول آتش نشانی دارم، این پولو بگیر بیرون خونه ماشین آتش نشانی. یه مشکلات تو خونه با دست خودم، یه مشکلاتم بیرون خونه. تو دولتی پولو بگیر مشکلاتمو حل کن. خلاص. خمس نمیگی مرجع تقدیر سلام علیکم، این پولو بگیر زندگی من را بنداز. میگی مرجع تقدیر، این پولو بگیر دین رو آباد کن، از دین دفاع کن. فرق میکنه زندگی منو تأمین کن یا تبلیغ دین بکن. مسئله دیگه، میگن چرا مرتد رو میکشن؟ تا کسی تا حالا مسلمون بوده الان میخواد مسلمون نباشه. میگم نباشه، کسی نمیکشدش. یه سوال من کنم جواب بده، همه با هم جواب بده. آیا حق فرد مهمتره یا حق جامعه؟ با هم بگید، محکم بگید. جامعه. یه کسی که بیدین میشه از اسلام برمیگرده وقتی میگه در جامعه تزلزل به وجود میاد. تو بیدین باش، بگو آقا من قبول ندارم، خوش اومدی. اما اگر اومدی تو جامعه گفتی، پیداست میخوای تضعیف کنی. تضعیف جامعه کتک داره. شما میتونی منبر من نیایی، پاسخگوی من نیای. الان میلیون ها آدم هستن پاسخگوی من نیستن، طوری هم نیست. اما اگر اومدی پا منبر من هی هم چی کردی؟ یه خواپسته اومده این منبر من رو به هم بزنی. آقا سیر خوردن فوایدی داره، ولی اسلام میگه میخوای بری مسجد حق نداری سیر بخوری. سیر فایده شخصی داره، اما بوی سیر از دهنت بیاد تو جامعه تو مسجد اذیت میشن. امیرالمومنین تو نهج بلاغه به مالک اشتر میگه ولیکن نظرک للعامه، در تصمیم گیری ها هدف جامعه باشه نه هدف فرد. اگر یه زمانی گندم نبود، یه کسی گندم رو انبار کرده بود، امیرالمومنین میفرماید 3 روز بهش مهلت بده. اگر روز سوم در انبار رو وانکه قفلشو بکش، برای که گرسنگی و قحطی جامعه مهمتر از مالکیت ای فرده. درسته ای آقا مالکه، اما مالکه به شرطی که مردم تو قحطی نیفتن. حق جامعه مهمتره. قبل از اذان میخوام مناجات بذاریم، قرآن بخونیم، شعر بخونیم، میشه؟ اذان شما حق دارید بلند بگی. قبل از اذان به چه دلیل؟ حال مثلا ولو سینه زنه امام حسین، میخوای برای امام حسین عزاداری کنی، برو تو حسینیه درم ببند صداش بیرون نیاد. من بیرون حسینیه شب میخوام بخواب. اصلا بعضی جا عددینی حقیه. اگر توی اتاق 6 نفرن 5 تا سیگار میکشن، یکی سیگار نمیکشه، حق با اون یه نفره. او 5 نفره برن بیرون سیگار بکشن. نمیشه آقا ما 5 نفریم تو یکی. اینجا کیلویی نی، عددی نیست، یه حقیه. حق با هوای سالمه. او 5 نفر خلاف میرن که دود میکشن. یا شب توی اتاق 5 نفر هستن، توی هتلی، مسافرخونه، نمیدونم مهمون پذیری، 5 نفر هستن، یکی میخواد بخوابه، 4 تا بار حرف بزنه، او 4 تا باید برن بیرون، چون شب مال خوابیدنه. نباید بگه آقا تو یکی هستی ما 4 تا. من یکی ام، ولی حق با خوابیدنه، شب مال خوابه. شما که میخواید شب زنده داری کنید، شما برید بیرون، برید پشتبو، برید هر جا میخواد برید. باید ببینیم حق چیه.
خیلی چیزا آماری که قرآن گفته اکثرهم به خاطر که همه جا که اکثریت ارزش نداره. خواهی نشوی رسوا بسیار شر غلطیه. اگر یک کشتی 100 تا مسافر داره، نقص فنی پیدا کرد، غرق شد، 98 تا مسافرها غرق شدن. 2 تا شنا بلد بودن، غرق نشدن. اون 98 تا شنا بلد نبودن، غرق شدن. این 2 تا بگن داداش ببین ما 100 تا بودیم، 98 تا غرق شدن. خواهی نشوی رسوا همرنگ، بیا ما 2 تا غرق شدیم. ببینید هر چقدر مسخره. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد. آقا این فامیل همه نشستن، حالا من پاشم نماز بخونم. این دخترای فامیل همه بعد حجابشون خوب نیست، حالا من تنهایی بسته. بله اینجا حق با شماست. تو قرآن 3 رقم آدم داریم. آدمایی که تو جامعه فاسد آب میشن. و كنا نخوض مع الخائضین، یعنی تا همه غیبت میکنن اینم یه غیبت میکنه. تا همه فحش میدن اینم یکی میگه که از اونها عقب نمونه. تا همه جوک میگه اینم فکر کنه اینم یه جوک بگه. مثل آبه. این آب چون شعله تو هر ظرفی شکل همون ظرف در میاد. مثل هوا چون شعله تو هر ظرفی شکل همون ظرف در میاد. قرآن میگه که میپرسن چطور شما دوزخی شدن؟ میگن ما از خودمون اراده نداشتیم. جامعه تو بود، همه دروغ گفتن، منم دروغ گفتیم. حدیث داریم وقتی همه نشستن یه نفر پاشد نماز خون، حدیث داریم این آدمی که نماز میخونه مثل درخت سبزی تو کویر. تشبیه شده. چون نگو آقا حالا همه نشستن بشینن تو پاشو کارتو بخون. من به صدا و سیما پیشنهاد کردم همین حرفی که میزنم فیلمش کنید. این سناریوه. این سناریو هر کدومش طبیعیه، جاذبه داره. هر کدومش مصنوعیه، جاذبه نداره. ما یه وقت تو ستاد اقامه نماز گفتیم شیرین ترین نمازی که در عمرتون خوندید برای ما بنویسید. به بچه‌ها گفتیم. چند تا گونی نامه اومد. یه کوه نامه تقریبا. جمعی از فرهنگیان عزیز دعوت کردیم بودیم نامه رو بخونید. شیرین ترین نمازی که بچه‌ها خوندن. بعضی از این نامه‌ها هر چی آدم میخونه سیر نمیشه. یه دختر 11 ساله هنرنمایی کرده بود. خانم‌ها یاد گیرید، برادرها یاد گیرید. نوشته بود بسم تعالی ستاد اقامه نماز، شیرین ترین نماز من اینه. با بابا و ننه تو اتوبوس مسافر بودیم. نگاه می‌کردم خورشید داره غروب میکنه، یادم آمد نماز نخوندم. گفتم بابا. خب بله. گفتم نماز نخوندم. گفت خب باید بخونی، ها دیگه اینجا بیابونه، تو بیابونی. گفت برو به راننده بگو نگه دار. گفت راننده به خاطر من و یه بچه دختر نگه نمیداره. گفت خودم میرم میگم. گفت نگر نمیداره به خاطر یه بچه. گفت پولش بده. بگوی پولو بگیر 5 دقیقه وایسا. گفت تو نماز رو باید قبلا بخونی، حالا با پول بدم برای نماز تو؟ گفت آقا جان با هم بریم بلکی گوش بده. آخرش میگفت بابا عصبانی شد، گفت چشمت کور باید بخونی، حالا نخوندی بیشی بعدم قضا کن. دختر 11 ساله میگه گفتم بابا جون میشه امروز من تصمیم بگیرم؟ تو هیچی نگو، بذار من تصمیم بگیرم. گفت خب تصمیم بگیر، میخواد چه کنی؟ گفت هیچی نگی. گفت باش. ساک بابا زیپشو کشید، تو ساک بابا یه شیشه آب بود، آورد بیرون. صندلی اتوبوس هم زیرش یه سطل بود، این سطل هم آورد بیرون. سطل کوچولو، شیشه کوچولو، دستا کوچولو، آستیناشو بالا کرد تو اتوبوس، تو همین سطل وضو گیره. قرآن یه آیه داره میگه هر کس برای خدا قیام کنه مهرشو در دلها میشونیم. کسانی که برای خدا قیام کنن علاقش تو دل مردم جا میگیره. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ترجمهش هم بلدید. ان الذين آمنوا رو میفهمید، یعنی ایمان دارن. عمل الصالحات هم میفهمید. کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشن، کارشون خوب باشه، ایمان هم داشته باشن، سیجعل لهم الرحمن ودا. ود یعنی مودت این علاقه. کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشن مهرش در دلها میشینه. امام با 5 میلیون استقبال شد، تو تشییع جنازهش حدود 10 میلیون بودن.
چون امام بره خدا قیام کرد. این امام رضا چون کاراش خدایی بود، شاید نصف مشهد یا بیش از نصف مشهد زمیناش وقف امام رضاست، غیر از مزرعه ها و این دختره بره خدا قیام کرد. شاگرد شوفر نگاش کرد، گفت دختر چه میکنی؟ گفت آقا یادم رفته نماز بخونم، من تو این سطح وضو میگیرم، سعی میکنم آبم به اتوبوس نچکه، همینطوری که نشستم نماز بخونم، نشسته نماز بخونم. این شاگرد شوفر مهر دختر رفت تو دل شاگرد شوفر، یه نگاه کرد و دوید رفت گفت آقای راننده ببینید دختره داره نماز بخونه، داره وضو میگیره. راننده هم همینطور که جاده فرموندتش بود از تو شیشه دختره میدید، یه خود جاده رو میدید، یه خودم. مهر دختر تو دل شوفرم نشست. گفت دختر عزیزم میخوای نماز بخونی؟ گفت بله. کار به شما ندارم. گفت چرا کار به من نداری؟ من وامیستم بره تو نماز. ماشین کشید کنار، گفت عزیز پیاده شو نماز بخون. دختره میگفت وقتی پیاده شم نماز بخونم، مردا به هم نگاه کردن گفتن ما هم نخوندیم. گفت چه غیرتی، گفت چه همتی، گفت چه اراده ای. گفت همین دختر روز قیامت خواهد گفت خاک تو سر شما کنه، شما 90 کیلو بودید نماز خوندید، من 22 کیلو نماز خوندم، همین روز قیامت حجت. میگم مردا به غیرتش خود یکی زنا گفت تو خوندی؟ گفت نه. گفت تو خوندی؟ گفت نه. میگم یکی زنان پیاده شدن، نمازم که تموم شد دیدم 17 نفر پشت سر من دارن نماز میخونن. این معنای اینه که سوره فرقان میگه مؤمن باید سعی کنه امام باشه، یعنی تو راهی برو دیگران. نگو چون او حجابش منم اینطوری بشم، چون اون نماز نمیخونه پس منم نخونم. تو بخون که اونم خجالت بکشه. یه کسی گفت انگشتت به من بده. گفتم میخوای چه کنی؟ گفت میخوام تا دیدم یاد تو بیفتم. گفتم بد نمیدم، تا دیده نیست یاد من بیفت. تو میگی نمیخوای یاد من بیفتی، همینطور که میگی دیدم یادش افتادم، هر وقت نگاهی دیدید نی بگو قرائتی انگشت شما نده. عباس که انگشتر از ما گرفتن، آخرش ای آقا آخری گفت بد میدم به شرطی که به کسی نبخشید، طمع نکنید. اینا وجعلنا للمتقین اماما. ما نبود تو جامعه حذف شیم، تو فامیلا، تو همسایه ها، تو همشاگردی ها. قرآن میگه لکم دینکم، آیه‌ای که تقریبا همه افته تو را خود تو برو، من را خودم میرم. قرآن گفته لا اکراه فی الدین، اما لا اکراه فی الدین این چه؟ یعنی در قلب نمیشه بگم قلبا منو دوست داشته باش، قلبا خدا رو قبول داشت، قلب دست من نیست. ممکنه کسی رو دوستش ندارم، قبولش ندارم، ولی که میاد تو جامعه میگیم من مسلمان بودم کافر شدم، این پیداست میخواید لطمه بزنیم. این مسئله مهمیه. یهودی‌ها یه طراحی کردن برای تهاجم فرهنگی. گفتن چی؟ گفتن بزرگان یهود صبح بریم ایمان بیاریم به پیغمبر اسلام، غروب همه برگردیم بگیم نه اسلام حرف حسابی نداشت. دو تا فایده داره. یکی مسلمون ها تو دلشون خالی میشه، میگه بزرگان یهود که صبح اومدن غروب برگشتن، پیداست دین ما مایه نداره. یکی مسلمون ها شل میشن تو دلشون، یکی مسلمون ها تو دلشون شل میشه، یکی یهودی ها دیگه هوس مسلمون شدن نمیکنن، میگن علمامون هم که رفتن برگشتن. ببخشید من برای که تمرکز بشن نصفشو میگم نصف شما بگید. صبح بزرگان یهود میان مسلمون میشن، گفتن غروب برگردیم. دو تا فایده داره. یک، مسلمون ها میگن دین ما مایه نداشت، علمایی هم که صبح اومدن بگید غروب برگشتن. این مال مسلمان ها. یهودی هم در یهودی بودنشون صفر میشن، میگن تو دین خودمون باشیم، علما هم که صبح رفتن شب برگشتن. هم یهودی ها در یهودی بودن صفر میشن، هم مسلمان ها تو مسلمان بودن شل میشن. تای طراحی کردن. خدا به پیغمبر خطاب کرد، گفت پیغمبر به مسلمان ها بگو امروز صبح یه عده از دانشمندان یهود میان مسلمان میشن، از اومدنشون خوشحال نشید. اینا برنامه توطئه میان، مثل میگن برین جلسه قرائتی رو خراب کنیم. میگن چی؟ میگن میریم میشینیم تا بسم الله گفت پامشیم میریم. من میگم مردم عزیز، من سخنرانی شروع میکنم، به سه سخنرانی ما 20 نفر میان میشینن، همه 20 نفرم پامشن میرن. نه از اومدنشون خوشحال بشید، نه از
رفتنشون این برنامه ریزیه. آمنو وجه النهار. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. وجه النهار یعنی طرف صبح. آمنو ایمان برید، وجه النهار طرف صبح. وکفروا آخره لعلهم یرجعون. آمنو وجه النهار وکفروا آخره، یعنی صبح ایمان برید، غروب برگردید. یهودی‌ها در یهودی بودن صفر میشن، میگن صبح هم که علما رفتن غروب برگشتن، مسلمان متزلزل میشن. توطئه است. این برای تضعیفه. خیلی خوب، حالا چند تا سوال امشب جواب بدید. انشالله عباداتتون قبول باشه، دعاهاتون مستجاب باشه. نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریة الحسین. 10 مرتبه یا رب 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 یا رب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا تمام دعاها را مستجاب بفرما. آرزومندان این مکانها را نصیب همه بفرما. اموات خود ما بیامرز و مرضا شفا مرحمت بفرما. از الان تا